وقتی کوچیک‌تر بودم اضافه وزن داشتم و از اونجایی که چند سالم خونه مامان بزرگم اینا زندگی می‌کردیم، نزدیکترین آدما بهم میگفتن خیلی توپلی، خیلی چاقی. برای صلاح خودت میگی اما ما یه فامیل داشتیم اینجوری بود بچگیش، همون شکلی هم موند. مامان من گفت بذار بچگی کنه، راحت باشه، خودش بزرگ باشه میره باشگاه. ببین من اصلا کاری ندارم که اون آدم صلاح منو میخواست یا نمیخواست، اما این حرف سالها تو ذهن من تکرار شد و باعث شد من از بدنم متنفر بشم. کلی سال رو اعتماد به نفسم کار کردم تا بتونم نسبت به بدنم حس خوبی داشته باشم. اما هنوز که هنوزه، وقتی مثل الان وزنم تغییر میکنه، تمام اون همه سال کار کردنم سوال میره و انگار که دوباره برمیگردم به نقطه اول. چقدر آدما راحت میتونن راجع به بدن یک بچه نظر بدن و تهش اضافه کنن که صلاح تو میخوایم به خدا. برای خودت این حرفو میزنی. به هیچ آدمی حس کم بودن و کم ارزشی ندین.